کارگران، معلمان، دانشجویان و مردم شریف و آگاه، در حالی روز جهانی کارگر را گرامی می‌داریم که تازیانه ستم بر قامت زندگی از سوی زور و سرمایه باز نایستاده. خون و مرگ واژگان برتر اخبار جهان بوده. کودکان بسیاری به سبب توحش حکمرانان قطعه قطعه شدند. گرسنگی گسترده تر و عمیق‌تر شده. دیوانگان بیشتری با به ابتذال کشاندن دموکراسی بازی سیاست را ربودند تا جهان را آماده انهدام کنند. فاشیسم مرگساز به مدد پول و اسلحه و ایدئولوژی دینی و غیر دینی ظهور خود را اعلام کرد. خدای خشن خشونت فاشیسم به خلق دار و اعدام و زندان و شکنجه ادامه داد. هر جنبش رهایی بخشی به سبب دیکتاتوری رسانه از اذهان زدوده شد. فریاد ستمدیدگان خصوصا زنان در غوغای اخبار مصرفگرایی خاموش شد. ترازوی عدالت قربانیان بیشمار خود را بلعید. آموزش و پرورش چارچوب آهنین خود را برای ساختن ابژه میل دیکتاتوری های مدرن لحظه‌ای مردد نکرد. حقوق بشر فروشان نفی حقوق انسانی را به رسمیت شناخت. مهاجرت تحمیلی و مهاجرت ستیزی گسترش یافت. کارخانه های اسلحه سازی برای ارضای شهوت خونخواران آنی از تولید برای تولید مرگ تعطیل نشد. توحش مطلق بانک ها برای نجات سرمایه سالاران عیان‌تر شد. دولت ها از اردوگاه مرگ و نابودی منابع طبیعی و محیط زیست را برای سود و بقا ایجاد کردند. مثلث سرمایه، فقر و جنگ بر همگان تسلط یافت و ساختن دار اعدام برای تمامیت زندگی مهیا شده است. اما جهان پساژینا با سوژه های ژینایی خویش، با کارگران، زنان، فرودستان، معلمان، دانشجویان مقاومت را روح زمانه ساختند. ما که همگانیم آگاهانه مبارزه برای حق زندگی خواهی، حق آفرینش سرشت و سرنوشت خویشتن، حق امتناع از قربانی شدن، حق براءت از قدرت‌هایی که فقط قدرت کشتار ما را دارند، حق همبستگی، عشق ورزیدن و پیوند با هم نوعان خود، حق شورش علیه قدرت برساخته ستم آفرین به سود قدرت، برسازنده رهایی بخش، حق اصالت بخشیدن به امیال انسانی، حق پیوند یافتن با بدن خویش و استقامت و عصیان در برابر بهره‌کشی از تنهایمان توسط اربابان قدرت و ثروت، حق آموزش برای دانایی، توانایی و رهایی جمعی از ستم و استثمار، حق خارداشت خدایگانی که سرنوشت ما را برای آفرینش جانخواران رقم زدند، حق بیزاری از ادیانی که راه بندگی را به ما آموختند، حق تردید در روایت‌هایی که توسط ایدئولوژی‌های رسمی قدرت از زندگی اجتماعی برای ما ساختند. این حقوق انسانی میبایست سبب عمل و اندیشه ما کارگران، معلمان، دانشجویان و توده‌های تحت ستم باشد. ما معتقدیم فلسفه روز جهانی کار و قیام ژینایی که اصالت را به زندگی،
مقاومت و مبارزه میدهند باید رادیکال و اصیل باقی بماند. ما باید به آفرینش جهانی جمع‌های مبارز برای الغای بردهداری مدرن و شکار انسانیت توسط تمدن وحشی پول محور گام برداریم. ما نمیخواهیم قربانی دینکار و احکام درندخوی آن باشیم. ما با ایمان به انسان و زندگی اعلام می‌کنیم جهان خداوندان خون و خشونت چیزی جز مردن به ما نیاموخته است. اکنون و به یاد گرفتن از نو زاده شده به مثابه سوژه ژینایی قیام آفرین نیازمندیم. ما به نیکی آگاهیم نوید جهانی بهتر توسط دموکراسی های مبتذل و مسلح به دروغ که از اعماق جهنم مصرفگرایی برآمده تداوم همین زیست مرگ انسانیت زدوده است. رفقای گرامی، در جهانی که ماشین جنگ و میلیتاریسم همراه با سرمایه‌داری جهانی لحظه ای از تخریب زندگی توده های کار و زحمت دست نمی کشد، وظیفه ما روشن است. قدرت های بزرگ با شعار صلح در عمل جنگ و خشونت را گسترش می دهند. ما باید در برابر این نیروهای جنگ طلب و استبدادی ساده و صدای رسای افشاگری باشیم. کسانی که در ظاهر اصلاح طلب هستند اما در عمل در خدمت نظم ستمگر و استثمار قرار دارند. ما به عنوان فعالان صنفی معلمان تنها وظیفه آموزش نداریم، بلکه باید از حقوق کارگران و توده های تحت ستم دفاع کنیم. صلح، آزادی و دموکراسی باید از دل مبارزات توده ها برخیزد، نه از دست سیاستمداران فاسد. ما این راه را ادامه خواهیم داد. امروز همینجا با صدای بلند و استوار زنده باد همبستگی جهانی کارگران.